سلام، وقت شما بخیر. ما انسان ها چه وقتی آمادگی ازدواج داریم؟ ما وقتی آمادگی ازدواج داریم که چند ویژگی در ما شکل گرفته باشه. اول از همه این که دست از کمالگرایی برداریم و بدونیم که انسانی که در همه ابعاد انسان کاملی باشه وجود خارجی نداره. دوم این که وقتی که آماده یادگیری هستیم و آماده این هستیم که راجع به انسان بیشتر بدونیم، اطلاعات بیشتری راجع به جنس مخالف، راجع به انسان‌ها، ویژگی‌های شخصیتشون، تفاوت‌های فردی و اینها اطلاعات بیشتری کسب کنیم، چون قرار هست با یک آدم دیگه و با یک انسان دیگه زیست داشته باشیم و این نیاز به این اطلاعات کاملتر و جامع‌تری راجع به انسان‌ها داره. سوم اینکه وقتی که آماده مهرورزی باشیم و نه مهرطلبی، یعنی آماده هستیم که بیشتر مهر بدیم، عشق بدیم تا اینکه بیشتر عشق دریافت بکنیم و مهر دریافت بکنیم. چهارم که وقتی که آماده مسئولیت پذیری و سرپرستی هستیم، چون به هر حال بعد از زندگی قطعاً ما مسئولیتمون در ابعاد مختلف چندین برابر خواهد شد و باید آماده این سرپرستی و این مسئولیت پذیری در وجوه مختلف و ابعاد گسترده‌تر باشیم. پنجم وقتی که راجع به رابطه جنسی بیشتر بدونیم، راجع به میزان میل جنسی خودمون اطلاعات بیشتری داشته باشیم. و ششم این که وقتی که بدونیم که آدم‌ها دو نیاز پایه دارن، نیاز به دوست داشته شدن و نیاز به احترام و اینکه چقدر ما میتونیم این نیازها رو برآورده بکنیم. هفتم این که بدونیم اونقدرها هم که فکر میکنیم ما موجودات سازگاری نیستیم و زندگی با ما هم کار چندان ساده‌ای نیست. و آخرین ویژگی این که بدونیم که انسانی که بخواد ما در همه ابعاد درک بکنه وجود نداره و امکان نداره، برای اینکه ما انسان ها موجودات یگانه و منحصر به فردی هستیم که امکان درک ما در همه ابعاد و در همه وجوه شخصیتی برای هیچ کس امکان پذیر نیست. سلامت باشید و روزتون بخیر و آرامش.